پسره میگفت نیمه گم شده ما هنو پیدا نکردم. 25 تا حداقل مخاطب خاص داشت. یکی نبود بهش بگه خب مردی که نیمه گم شده خودت به درک، تو نیمه گم شده دیگران هم احتکار کردی، تو چه کاری؟ بله، عرض میکردم که پسرای ایرانی اول شکست عشقی به دنیا میان، بعد دست و پا در میارن. پسره به خاطر دختره رگ دستشو زده بود، بردنش بیمارستان، همونجا درجا عاشق پرستاره شد. مدام در حال عاشق شدن و شکست عشقی خوردن. در مراسم خواستگاری میگفتن سربازی تنها راهیه که پسرها میرن و آدم میشن اونجا، اما دخترها چی؟ نه واقعا، اما نگران نباشه چون دخترها فرشته هستن و این را بدانید و آگاه باشید که مقام آدم از فرشته ها بالاتره.